مطمئنم که این اطلاعات رو تا الان نمیدونستید. دکتر، خیلی از مراجعینمون این سوالو از ما میپرسن که چندین بار PRP انجام دادن و نتیجه‌ای نگرفتن. علت چیه؟ این که از PRP جواب نمیگیرن میتونه دو علت داشته باشه. یکی استفاده از کیت نامناسب و یکی جداسازی نامناسب PRP. برای تهیه PRP باید از کیت مناسب استفاده کنیم. استفاده از لوله‌های آزمایشگاهی معمولی باعث میشه که اون PRP اثر بخشی نداشته باشه و گاهی مضر هم باشه و علاوه بر اون باعث آلودگی و عفونت هم میشه. ما توی مطبمون از کیت PRP استاندارد استفاده میکنیم و هر چیزی که برای تهیه PRP نیاز هست توی این کیت موجوده. و مورد دوم، جداسازی نادرست PRP طی چندین مرحله از خون خودتون تهیه میشه و با توجه به هدف درمانی که حالا جوانسازی صورت، رفع لک، اسکار، آکنه، استریا و یا رفع ریزش مو باشه، ما LPRP و یا PPRP تهیه میکنیم. اگر این اطلاعات برات مفید بوده، بفرست برای اون دوستت که فکر میکنی بهش نیاز داره.